استاد سوال یکم همین که ما میتوانیم به استاد طریق اینترنت علم عقیده و فقه و دیگر کتابای دینی رو آموزیم به استاد آخه به استاد همون استاد به از استاد طریق کی با اینترنت طریق از شخصی که یعنی با علم و امانت و با عملی صالح یعنی شناخته شده باشد. از یک شخص بیگانه ای که نمیشناسید نه، در پشت پرده کی ایستاده است نه، خیلی نه. فهمیدید؟ امامان اهل سنت و الجماعت از صحابه ها و تابعین میگفتن که این هذا العلم دین فانظروا عمن تأخذون دینکم. این علم دین است، پس شما نگاه کنید که از کی دین خود را می آموزید. پیشتر علما استاد اول می سنجیدن. امام مالک رحمت الله علیه و نمازش اهمیت می دادیان. نماز چه خیلی می خواند؟ نماز فرض نه، نمازهای نافله. دور و دراز می خواند یا تیز می خواند؟ تیز می خواند باشه علم نمی گرفتیان. دور و دراز نماز خواند از یک آدم ضعیف خطا کرده علم گرفتن. اون آدم آدمی نغز و ذهنش خوب نه. در علم حدیث موافقت نمونه علم حدیث از اون آدم گرفته نمیشه. امام مالک از وی گرفتن حدیثایی که از همون آدم روایت میکرد همش ضعیف برآمد به سبب بودنی همون آدم در سند. بعد امام مالک ملامت کرده شدن برای چی از وی علم گرفتی؟ از آدمی ضعیف. گفتن که وی منه با بسیار طولانی نمازش مغرور کرد. یعنی نمازش میدیدین نمازش طولانی خوشرو همین که مغرور شدم گفتن. یعنی نمازش اهمیت داده ذهنش اهمیت ندادم گفتیه. و عمرو ابن دینار را پرسیده شدن که برای چی از عمرو ابن دینار علم نگرفتی حالان که زمانی که تو طالب علم بودی عمرو ابن دینار در مدینه آمده بود. عمرو ابن دینار محدثی معروف، برای چی از وی علم نگرفتی؟ از یک آدمی بزرگ در یک وقت زندگی کنید و از وی علم نگرفتی، این عیب است. برای چی غنیمت ندانستی زنده بودگیشه؟ گفتا عیب کرده میشه دادم در یک زمانه با فلان عالم زندگی کردی، برای چی از وی علم نگرفتی؟ این عیب است. بعد امام مالک گفتن که دیدم که حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم را راست ایستاده میگوید. و امام مالک در مسئله حدیث یک مذهبی خاص داشتن. بی طهارت حدیث نمیخواندن، حالان که حدیث بی طهارت خواندن اجازت است. حدیث راست ایستاده نمیگفتند. برای حدیث غسل میکردن، اول لباس های قیمت بها میپوشیدن، سله میپوشیدن، یک منبری بلند داشتن. یک کس بیادم بالی منبر و برآمده شده حدیث میگفتیان، عطر میزدیان، بعد میگفتیان که اکون درات. وقتی که درآمد به حدیث میگفتیان. اما علم فقه بیاد، طلبگار علم فقه بیاد، همین بی طهارت هستن، با طهارت هستن، در کدام حالت باشن درات میگفتیان. یعنی آدمی که تهجد میپرسه، اعتکاف میپرسه، طلاق میپرسه، نکاح میپرسه، خرید و فروش میپرسه، سوال فتوا میپرسه، بیا سوال تگیر جواب تگیر برو، در کدام حالت راست ایستاد یا نشست یا فرق نداره. لیکن علم حدیث حتما نشسته در بالای منبر، خانه هایم حتی بوی خوب میگیراندین اول و حدیث میگفتین. وبجلوا بذلك حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. من این با رفتارم حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم رو بزرگ میشمارم. بنابراین وقتی که عمرو ابن دینار را پرسیده شدن که برای چی از وی علم نگرفتی حالا که وی در مدینه دیدی، در یک زمان زندگی کردی، گفتن که دیدم که حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم راست ایستاده میگفت، نگرفتم از وی علم. یعنی علما پیش از آن که از یک کس علم گیرن اول با آدم می آموختن کی هست. اگر واقعا آدمی یعنی علمدار و صاحب اعتقاد نیک و با تقوا باشد، همه جهت سزاوار باشد که همین دهنه پر کرده استادم گوید، بعد علم میگرفتن. یعنی از بیگانه ها نه. یعنی مثلا یک آدم میشناسید از اینترنت گرفتن ممکن است. مثلا ما از بعضی استادانی که دیدیم به واسطه یعنی که روبروی هم شده درس هم گرفتیم، به واسطه اینترنت هم درساشون رو گوش میکنیم و تماشا میکنیم، یا اینکه حتی ندیده باشیم هم الکی میدونیم و آدم کی بودنشه. چخیل میفهمید؟ یعنی که آدم خطر مردم زندگی کردگی، در بین مردم بودگی،
одамҳо ба вай шаҳодати нек додагӣ, касоне ки ҳамроҳаш муомала кардааст, дидааст. Аз ин одамо илм гирифта мешавад. Бале.